سلام دوستان عزیز، به چنل سپی اسپورت خوش اومدین. امروز اومدم با چالش سوالات مختلف ببینیم که کی درست میگه. اگه که هر کدوم اشتباه رفتن جریمه میشن. با من همراه باشین، بریم با هم ببینیم. خب بریم سر سوالات. هر کدوم که اشتباه گفتیم جریمه داریم. اوکی؟ بله. سوال اول. تعداد حلقه های المپیک: 1 5 تا، 2 6 تا، 3 7 تا، 4 8 تا. 8. جواب 3 2 1. بهار درست بود. اوورهد اسکات با کتلبل. دست بالا، دست بالا. نه اوورهد، دست بالا. 5 تا. 1 برو. 1 2 3 4 5. مرسی. بذاری زمین. سوال دوم. هر کدوم که زودتر زنگو زدیم. تابلوی لبخند جو کن اثر کیست؟ داوینچی. کدومتون زده؟ خب باشه. چهار 3 1. 2. گفتیم داوینچی دیگه. بهار گفت. مرسی بهار درست بود. خب جریمه نداریم. دوتاییتون. کدام درخت نماد صلح هست؟ صبر کن. سلخ، نارنج، زیتون، سیب. زیتون. خب ببینید. زیتون. نماد صلح. یا سیب یا زیتون. زیتون. باشه عشقم. خیلی سخت. خیلی سخت. حالا خیلی سخت نه. اوورهد لاینز ریور. دست بالا با کتل بده. دست بالا. عقب. ریور. پا بر عقب. 5 تا. 1 2 3 4 5. مرسی. مرسی. سال بعدی. بعد جنگ 100 ساله چند سال طول کشید؟ 97 سال، 100 سال، 116 سال، 121 سال. بهار گفت 100 سال. نزدی؟ 97 سال. 116 سال. جفت تو پاشه. شما پاشو جفتمون. پاشو. خب 20 تا ایرسکات. پرشی. آماده؟ آماده؟ 3 2 1 برو. 1 بپر. 2 3 4 5 6 7 10 تا بسته. 8 9 10 دفعه بعدی زنگو نزنین. خلاص. سال بعدی. اینو بگیر فرو. تشکیل میدهد. بگو 90%. نه دیگه 60%. خب بزن. 60 40 50 60. شما گفتی 50. بهار گفت 60 شما گفتی 5. بله. شست. بیا هارت رو بردار. گیف داونی. 4 تا لیفت بزن. بیا جلو. برو. لیفت. برو. 1 نزدیک پا. شونه صاف. برو. 1 2 یکم تندتر. 3 4 4 تا بیشتر نبود.
حق نداری بگی یا هیچ کدوم حق نداریم بگین تا کامل بشه سوال. کدام حیوان تصویر را خاکستری می‌بیند؟ 1 روباه، 2 گرگ، 3 راسو، 4 خرس قطبی. راسو. شما؟ گرگ. گرگ. 2 1 روباه. هیچ کدوم. دیوارا خواستم بگم نه دیگه این باشه چون جفتتون اشتباه گفتید. کم بوده کدام ویتامین سبب رقیق شدن خون انسان و نهایتاً خونریزی می شود؟ ویتامین B، ویتامین A، ویتامین E، ویتامین K. دست بزن. شما؟ ویتامین آ. رقیق شدن خون میشه. ویتامین K. جفتتون پاشید. درست گفتی. پاشو عشقم. وایسا 4 تا دیگه لیفت بزن. برو. 1 2 3 4 سال بعدی تعداد داوران بسکتبال 4 تا 7 تا 6 تا 9 تا. سری 4 تا. ببینم بگو دیگه. نمیدونستی منم 6 تا. جفتتون بیا باشین. آماده؟ بخواب. شما این بر بخواب. پاده بزن اون بر فروغ. شما پاده بزن این بر. 3 2 1 4 تا. برو. 1 2 سرت نخوره فروغ. بودو بیا سوال بعدی فروغ. دارم تمرین میکنم. ارتفاع سبد بسکتبال 2 متر، 3 متر، 4 متر، 5 متر. یه بار دیگه اینو نزنی جریمت میکنم. 4 3 متر. 30 تا 4 تا. بودو. برو تون. برو 1 تون. به لپتاپ نخوری بهار. 3 یکی دیگه 4. کوتاه‌ترین جنگ دنیا چند دقیقه طول کشید؟ نمیتونی بزنی. بگی دستت. خب 38 دقیقه. کوتاه‌ترین جنگ دنیا. کوتاه. خب یعنی 38 خیلی بلنده. خب 38 دقیقه. مرسی بهار جون. عشقم تراستر کوتاه اینقدر 5 تا. با اعتماد به نفس 17 دقیقه. آماده؟ برو 4 تا همین. تون 1 2 تراستر بهار. مرسی که میدونی نمیریس. یه دونه دیگه 4. بیا تا باش دیگه زودتر جواب ندی. سوال بعدی. اگه دستتون رو نزنید کراسفیت در چه سالی و از کجا شروع شد؟ 1993 فنلاند، 1994 استکهلم، 1995 کالیفرنیا، 1996 شیکاگو. نمیدونی؟ چرا؟ کالیفرنیا. حالا ببینیم. مرسی کالیفرنیا. جفتتون درست گفتید. نه من درست گفتم. من به خود شک داشتم. کدام گزینه تعریف صحیح آسیب رگ به رگ است؟ کمبودی رایج اثر این ضربه‌دیدگی است. کبودی رایج ترین اثر این ضربه‌دیدگی است. این آسیب در واقع پیچیده یا پارگی قسمتی از ربات است. آسیب ها را کوفتگی و ضربه‌دیدگی بافت نرم است. به ضربه‌دیدگی بافت نرم است. هیچ کدوم. من فکر می‌کنم هیچ کدوم. این آسیب در واقع پیچیدن یا پارگی قسمتی از ربات است.
چون منم اشتباه گفتم بشینی. سوال بعدی فقط اینو. دلیل پارگی های عضلانی و آسیب های مفصلی کدام است؟ عدم انعطاف، عدم سازگاری مناسب، وزنه نامناسب. عدم کنترل. هرچی من میگم تو به تکرار خدا انتخاب نکن. معلومه دیگه دلیل پالگی از انتخاب وزن اگه نامناسب این نبود چی؟ نه دیگه این نیست. عدم کنترل عدم انعطاف. جفتتون پاشو. ببین هرچی من میگم ببین. پاشو عشقم پاشو. پالگی عدم وزن نامناسب. جفتتون شنا بزنین 4 تا. سریع. زود بچه‌ها. 1 نمیتونی جواب بگی یا منعطف ترین و مقاوم ترین ماهیچه بدن. فیل کمر. ران، فیله کمر، بازو، زبان. اگر اینو نزنی قبول نیست. فیل کمر زبان. زبان بگم. منعطف مقاوم ترین زبان. بازو. لج کردی آره معلومه. من میدونم که زبانه. زبان. میدونستم نمیخواستم هرچی بگم. چون زودتر گفتی اینو نزدی جریمه نداره. خب تموم شد. مرسی دوستان عزیز، مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار. بوس بهتون.